با نام خدا با عرض سلام خدمت شما و همه بینندگان عزیز و شنوندگان گرامی. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. امیدوارم در پرتو رحمت خداوند و در سایه سار رحمت الهی ایام زندگیتان با سعادت و سلامت بگذرد ان شاء الله. جناب استاد پیرامون سوالی که شما عرض کردید، آیا در ایام خطبه و خواستگاری یک دختر همان پسری که در تلاش و در صدد این است که با این دختر ازدواج بکند به طریق شرعی و اسلامی، آیا شریعت اسلامی اجازه می دهد که این پسر با این دختر ملاقات بکند، دید و بازدید بکند یا خیر؟ مشخصا دین مبارک اسلام از آنجایی که قانون گرم خانواده را می خواهد و اسلام تأمین کننده آرامش خانواده هاست، بنابراین اسلام سیستم‌های اجباری و الزامی را در نکاح‌های شرعی و اسلامی نمی‌خواهد. در گذشته ها چالش ها همین بوده که انتخابی از طرف خانواده ها میشد و او انتخاب بالای او پسر تحمیل میشد و بر از او فهمانده میشد یا تلقین و گفته میشد که به هر سیستمی که باشه تو باید مجبوراً بپذیری آنچه که از طرف خانواده انتخاب شده، بدون از اینکه این پسر و دختر دیده باشه، با او صحبتی کرده باشه، دقایق با هم گفت و شنود داشته باشند، دید و بازدید داشته باشند. و بعدا وقتی که این زندگی شکل می گرفت و بالاخره ازدواج صورت می گرفت، با گذشت یک مدت زمانی چالش های زندگی زیاد می شد، بسیار می شد، به دلیل اینکه این دختر پسر ندیده بود و پسرم دختر ندیده بود و بالاخره یک نوع ناراحتی ها، نارضایتی ها در خانواده و در امور زندگی این دو کس پدیدار می شد. اسلام عزیز نمی خواهد که آینده زندگی دو جوان به صورت ناراحتی و نارضایتی و یک افسردگی بالاخره به این شکل آینده زندگیشان باشه. بنابراین از اول تدابیری که اسلام در این زمینه میگیرد این است که در ایام خطبه و خواستگاری، زمانی که مشخصا فامیل یک پسر می رود به خانه فامیل همان دختر جهت خواستگاری و قضیه مشخص و معلوم میشه که اینها در تلاش به دست آوردن این دختر هستند. بعد از اینکه رضایت ها حاصل میشه، خانواده ها با هم دید و بازدید میکنن، شرایط هایی که باید در نظر گرفته شود در نظر گرفته میشه، بررسی های صورت میگیره نسبت به امور اون پسر، نسبت به زندگی از اون پسر که یک جوان عالم، متدین، دین دوست، با اخلاق، آگاه، مثلا یک کسی که واقعا ارزنده و زیبنده است. همینطور دختر هم. بعد از او اینجا اسلام اجازه میدهد که این پسر و دختر در یک فضایی اینها با هم دید و بازدید بکنن برای چند دقایق چندی، به دلیل اینکه این پسر باید این دختر را ببیند جسماً، صورتاً، معناً، مثلا چگونه از سیما و صورت و شخصیت و شکل و قیافه و اون دختر هم باید این پسر ببیند و بررسی بکند که همسر آیندهش چگونه یک شخصیتی است، آیا واقعا لایق و ارزنده او هست یا خیر. بنابراین در اینجا از دید شرعی و اسلام هیچ ممانعتی نیست که این پسر و دختر با هم دقایق ببینن، با هم صحبت بکنن، حتی میشه یک محرم شرعی دیگر هم اونجا موجود باشه. در موجودیت محرم شرعی از هر دو طرف، از هر دو خانواده، این دختر و پسر با هم صحبت بکنن، ملاقات بکنن، ببینن، ممکن شرط و شرایط هایی داشته باشن که بالای یکدیگر از اول بگذارن دیگه. بنابراین خیلی خوب است و اسلام به اصطلاح این آینده نگری را داشته و داره که به این طریق آینده زندگی اینها تضمین میشه. دیگه در آینده پسر نمیتونه اعتراض بکنه که من دختر را که ندیدم شما اجباراً به من گرفتید، یا دخترم نمیتونه بالای فامیلش فشار وارد بکنه که پسر را که ندیده بوده، با اخلاق از او آشنا نبوده، بالای او تحمیل شده. حضرت جابر رضی الله عنه در زمان صدر اسلام نزد پیغمبر صلی الله علیه و سلم آمد، گفت یا رسول الله من تصمیم دارم که ازدواج بکنم و از زنان انصار مدینه به نکاح خود بگیرم. پیغمبر علیه السلام گفت که جابر اگر تصمیم داری که ازدواج بکنی تو باید اون زن ببینی و اون زن تو را ببیند، حتی تو باید چشمان اون زن هم دقیق ببینی، چرا که بعضا زنان انصار چشمایشان اعوج می باشه، کج می باشه، در آینده زندگی پشیمان نشوی. بنابراین از امروز که میخوای ازدواج کنی با زنان انصار
چشمانشان دقیق متوجه باش، جسم و جان و اعضا و اندامشان متوجه باش که در آینده در زندگی پشیمانی، افسردگی، ناراحتی خلق نشود. از اینجا و از این آموزه ها دانسته میشه که اسلام در این زمینه تنگ نظری ندارد و برای اینکه آینده زندگی دو جوان طبق میل خودشان به اساس رضایتشان تأمین شود و تضمین شود، اسلام اجازه میدهد که این دو جوان با هم ببینند و در آینده اعتراض و انتقادی نداشته باشند.